ور نشکلی این چنین در نقش آب و گل کجاست؟ موسی ها از مقیمانی سری کویش مخوان. ما همه
سلامتون بخیر تماشاگران عزیز تلویزیون سفینه و بازم نشریه جدیدی برنامه خاطره هاست منظور شما و این برنامه ما همون ترانه های را بازخوانی میکنیم که در پرده های شش مقام آفریده شدند و امروز در مهمانی ما قرار دارند دوستی همیشگی ما استاد کنسرواتوری ملی تاجیکستان هنرمند انسامبل شش مقامی فیلارمونیای دولتی تاجیکستان ظاهرشاه حیدر و خوش آمدید به برنامه ما و یادداشت میکنیم که در ابتدای برنامه بهر ما و شما ترانه اجرا کردن عبدالملک برکایف سلیستی انسامبل شش مقامی فیلارمونیای دولتی تاجیکستان. برای شما تشکر زیاد میگویم که ما رو همیشه به این برنامه دعوت میکنید و در اینجا هنرنمایی نمودن خودش یک باعث افتخار است و هر یک هنرمندی که هنری خوب دارد، لیاقت خوب دارد، استعداد خوب دارد حتما در این برنامه هایی که امروز در تلویزیون سفینه با طریق زنده صدا میدهد باید برآمد نموده باشد و همون هنر و استعدادش را به مردم پیشنهاد کرده باشد و وظیفه هنرمند باید چنین باشد با برابری که آموزگار هست امروز در کنسرواتوری ملی و دانشکده فرهنگ و صنعت و در کالج ها که امروز فعالیت میکند باید همراهی شاگردان در نزد تماشابین باید یک امتحان باید سپارد هر یک آموزگار و هر یک هنرمند هر یک برآمد برای هر یک هنرمندی که عموما در کلا در انسامبل ها فعالیت میکند در دانشگاه هایی که عالی امروز فعالیت میکند باید در نزد مردم باید هنرنمایی نماید تا مردم از هنر و استعداد این استاد از هنر و استعداد این هنرمند باید واقف باشند. بعضی هنرمندانی هستند که در انسامبل ها فعالیت میکنند شاید کسی نشناسد آنها را. اینجا معرفگر است باید هنری خودش را آن هنرمندی که در حقیقت برای خود باوری دارد باید در این صحنه همراه شما هنرنمایی نماید. از این برنامه تمام شاگردان من الهام گرفته ایستادند و میخواهند که در این برنامه ها شرکت نمایند. آن وظیفه هایی که در دوششان هستند و استادان میدهند پیوسته زودتر از خود نموده میخواهند که در این برنامه ها هنرنمایی نمایند تا همون دوستان و برادران و همون خانوادهشان از این تلویزیون تماشا کنند و افتخار کنند که فرزند من یا دوست من در این تلویزیون فرهنگی سفینه برآمد نموده ایستاده است و اینا میتواند یک تکانی برای عموما هنرمند باشد. و خیلی خوب گفتید که هر یک برآمدی که میکند هنرمند مخصوصا در ژانر شش مقام این یک امتحان است. بله. زیرا اون ترانه های هستند که الکی اون ترانه ها رو مردم میدونند مخصوصا همون نفرانی که شش مقام گوش میکنند و اگر در اون ترانه یک کمی و کاستگی باشد اگر تماشابین همون کمی و کاستگی ها رو احساس میکنند. مثل همین ترانه‌ای که در ابتدا اجرا کردن یکی از ترانه های کلیدی یکی از ترانه های معروف در ژانر شش مقام است. سرودی که سراییدند فروغ اشاق صادرخان از یکی از ایجادیات حافظ برجسته تاجیک صادرخان حافظ که افتخارشان میکنیم بسیار مشهور است و بسیار مردم زمزمه می نمایند و در معرکه های مردم این سرودها صدا میدهند و غزل از هلالی بود این شاگردی عزیزمان که دست پروری دانشکده فرهنگ و صنعت امروز تحصیل نموده ایستادند و با برابری تحصیل نمودند در انسامبل شش مقامی فیلارمونی دولتی تاجیکستان امروز فعالیت نموده ایستادند و پیوسته کوشش کرده ایستادند که تمام نازکی‌های شش مقام خوانی را آموزند و این نفر زینه های قدم های اولین خود را در شش مقام مانده ایستادند و پیشتر یعنی سرودهای خلقی می سراییدند و ما این جوان را پیوسته آهسته آهسته به همون شش مقام نزدیک کرده ایستادیم و باوری دارم که در آینده یکی از هنرمندان اصیل شش مقام می شوند و برای موسیقی ملی یک سهم خود را میگذارند. سهم خود را گذاشتن این تنها من باوری دارم که تنها ایجاد نمودن نیست. با برابر ایجاد نمودن باید شاگرد تربیت نمود و از استاد همین شاگردا باقی میمانند و ما با واسطه شاگرد تربیت نمودن باز عمر شش مقام را دوباره کرده میتوانیم. چون که شاگرد آموخت حتما به جای می رود آن سرودهایی که آموخت به شاگرد دیگر می آموزاند
و به همین وسیله ما میتوانیم باز هم شش مقام خود را به جهانیان معرفی نماییم. در ادامه چی ترانه پیشنهاد میکنید؟ سرود نوبتی از ایجادیات زیادالله شهیدی، خب غزل از امینجان شکوهی، گل جهان. و این سرود را تمام هنرمندان برجسته شش مقام سراییدند و بسیار خوب سراییدند و یکی از بانوهای هنر برنا ایساقو و استاد برنا ایساقو بسیار خوب سراییدند و ما همراهی عبدالملیک این سرود را آماده نمودیم و میخواهیم برای دوستداران برنامه خاطره ها پیشنهاد کرده باشیم. مرحمت. جهان روزی که با تو در جهان دل بستیم، گل جهان روزی که با تو در جهان دل بستیم، هر کجا رفتم پیامی وصل رویت جستیم، گفته بودی میپسندم عشق پاک در دلم، گفته بودی میپسندم عشق پاک در دلم، بی وفایی از تو شدم اگر نشکستم، بی وفایی از تو شدم اگر نشکستم. در لبی دریا نشستم میشنیدم ناله ها، در لبی دریا نشستم میشنیدم ناله ها، رقص آهو هم سرودی بلبلانی خوشنوا، ای جهانی غم چرا در یاد من افتاده ای، یا چو فرهادی نکویی ارمغان دیدی مرا، یا چو فرهادی نکویی ارمغان دیدی مرا، گل
تشکر زیاد. آفرین به شما دادر عزیز. یک ترانه خیلی مشکل است ظاهرش همین ترانه. بله. اما اینقدر ترانه زیباست. با شنیدن همین ترانه یادی از صدای هنرمند زنده یاد برنامه ایساقووا کردیم. گویا بدون نفس کشیدن این ترانه رو گوش کردیم. بله و این آهنگ رو بسیار یک آهنگساز مشهور تاجیک زیادالله شهیدی که در ردیف موسیقی کلاسیکی ایجاد نمودند و تکیه در پرده های شش مقام، ضرب های شش مقام ایجاد نمودند و بسیار خوب است و بسیار شنیدنی است. از شنیدن این سرود به دنیای دیگر وارد می شوید و انسان رو به خیالات می برد. عبدالملیک که خود جوان هستند و حالا آینده من باوری دارم که بعضی نازکی هایی که همین سرود طلب می کند کوشش می کنند که باز هم خوبتر آموزند. در این صحنه من هنرنمایی کردن بسیار دشوار است چون که همون هیجان فرا می گیرد و انسان آن چیزی که خوبتر آموخت همون رو به طور باید و شاید رسانده نمیتواند. برای این بسیارتر باید مشق و تمرین نماید و پیوسته از بالای هنری خود باید کار کند. و این هم بعد از برنامه ایساقووا سراییدن این ترانه کاری سهل و ساده نیست و این هم باشد یک ترانه است که حتی یک لحظه بدون همین ترانه نمیتوان بودن. یک لحظه فکر به دیگر جا نمی رود حتی تا همون نقطه آخرین ترانه. این سرود رو یعنی ساختارش رو آموختند و الکی از شعرهایش از آهنگش واقف هستند. باوری دارم که بعد این برنامه میرن باز هم مشق و تمرین خود رو زیادتر میکنند. این سرود رو باید من نمیگویم که مثل استاد برنا ایساقووا سرایان نه که تا حد امکان برای خود باید سراینده موافق کند. همون سرودی که میسراید. بعضا برنامه ایساقووا بسیار یک ناله های عجیب گرفتند که شاید برای مرد همون ناله یعنی نمیچسبد. همون گردش ها، همون ناله ها بر آواز مرد از زن فرق میکند. بعضا نازکی های مرد دیگر است آوازش، نازکی های زن دیگر است و لیکن ما از همون ساختار از همون یعنی ناله و از همون باید اون چیزی که آهنگساز ایجاد نموده است باید ما از اون قالب برآمدن ممکن نیست برای ما چون که اون هنرمند اون آهنگساز شب‌های خود رو روزهای وقتهای خود رو دریغ نداشته برای ما ایجاد نموده است. باید ما اون چگونه که ایجاد نموده است باید اون رو خوب آموزیم و همون ساختار باید از بین نرود. اگر سراینده گیرد از خودش یک ناله یک آهنگی دراز کند یا یک جایش کوتاه کند دراز کند الکی همین سرود از بین می رود. رفته رفته از اگر ببینید همون اصلی خود گم شده مانده است. و بیاید درباره تاریخ همین ترانه حرف بزنیم. خود آهنگساز این آهنگ را مخصوصا برای برنامه ایساقووا ایجاد کردن پیشنهاد کردن و یا چی؟ من فکر میکنم که برای برنامه ایساقووا این سرود ایجاد شده است و وقتی که برنامه ایساقووا همین سرودهایی که نه تنها این گلجان رنجیدی از من شنیدم این که تو رنجیدی از من همین سرودها رو یعنی میسراییدند سرود باز هم مشهورتر معمورتر اون سرودی که برنامه ایساقووا میسراییدند تمام نسل نورس از برنامه ایساقووا الکی همین سرود آموختن رو سر میکرد. پیوسته کوشش میکردند که مثل برنامه ایساقووا باشند و این سرودها باز هم مشهورتر میشد. آهنگسازان هم بسیارتر کوشش میکردند که سرودهایشان رو به همین هنرمندان باید پیشنهاد کنند که تا که از همون سراییدن و از همون بسیار هنری والا داشتند وقتی که سرود رو میسراییدن الکی سرود محبوبیت پیدا میکرد در بین خلق و مردم هم همین سرودها رو الکی زمزمه میکردند و هر آهنگساز میتواند با همین وسیله سرودهایی که ایجاد نموده است اون زحمت‌هایی که کشیده است محصول کاری خود را از این هنرمندان نشان داده میتواند. و ظاهرش بیاید در ادامه برنامه یک ترانه دیگری که در پرده های شش مقام ایجاد شده است پیشنهاد کنیم. کدام ترانه رو انتخاب میکنید؟ یک سرودی که من که با برابری آموزگار بودند امروز یعنی ایجادم نموده ایستادم و سرودهایی که در پرده های شش مقام ایجاد نموده ایستادم یک سرودی صاحب دلان ایجاد نمودم غزل از حافظ برای مخلصان پیشنهاد نموده باشد. مرحمت.
زی دستم صاحب دلان خدا را دردا که رازی پنهان خواهد شد آشکارا دل می رود زی دستم صاحب دلان خدا را دردا که رازی پنهان خواهد شد آشکارا کشتی نشستگانیم ای باد شور تبرخیز باشد که باز بینیم دیداری آشنا را باشد که باز بینیم دیداری آشنا را ای صاحبی کرامت شکرانه ای سلامت روزی توکلی کن درویش بی نوا آسایشی دو گیتی تفسیرین دو حرف است با دوستان مروت با دشمنان مدارت با دوستان مروت با دشمنان مدارت خوبانی پارسی گل بخشندگان عمرن ساقی بدی بشارت رندانی پارسارا حافظ به خود مپوشید این حلقه میالود ای شیخ پاک دامن معذور دار ما را حافظ به خود مپوشید این خرقه میالود ای شیخ پاک دامن معذور دار ما را ای شیخ پاک دامن معذور دار ما را دل می رود زی دستم صاحب دلان خدا را دردا که رازی پنهان خواهد شد آشکارا صاحب دلان خدا را тамошобинони азиз, шумо барномаи хотираҳоро дида истодед ва айни замон зоиршоҳ Ҳайдаров, ҳунарманди ансамбли шашмақоми филармонияи давлатии Тоҷикистон барои шумо тарона иҷро карданд. Ташаккур мегӯем Зоиршоҳ. саломат бошед. Ва гуфтед ки таронаро худатон эҷод кардед дар пардаҳои шашмақ. аҳсан, офарин. зеро кам ҳастанд ҳунармандони дар ҳамин бахши шашмақом ки аз худашон тарона эҷод кунанд. аслан аксари ҳунармандон аз ҳамон таронаҳое ки аллакай машҳур ҳастанд, маъруф ҳастанд ва аз рӯи як қоидаю шаклу шеваи хоса дар дунёи шашмақом маъруф аст, ҳамон таронаҳоро мехонанд ва аз худашон эҷод хеле кам доранд. бале.
اما باید که این گونه ترانه ها باشد، زیرا که این ترانه از اون ترانه هایی که در یک زمانی که آفریده شدن خیلی فرقیتی کلان دارد. شش مقام بسیار بزرگ است بله. و ما شش مقام رو آموختیم و آموخته ایستادیم و میخواهیم که در پرده های شش مقام، در همون ضرب های شش مقام باید سرود هایی که امروز به همین زمان ما مطابق باید ایجاد نموده باشیم. چنانه که ما امروز سرود هایی که میسراییم که یاد از استادان میکنیم، یاد آن گذشته ها میکنیم. باید ما هم با برابری که امروز شش مقام رو آموختیم و آموخته ایستادیم و به نسل نورس آموزانده ایستادیم، باید ایجاد نموده باشیم. تا عهد امکان، تا دانشی که در سر داریم. این آهسته 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 یک راه خود را پیدا میکند. هر یک هنرمند میخواد که ایجادکار باشد، باید آهسته آهسته، شاید یک آهنگتان به یک آهنگ استاد مانند می شود. این یگان من فکر میکنم که خطاگی نیست. آن استادانی که ایجاد نمودند اگر نظر افکنیم به استادان دیگر مانند هستند، اینا از یکدیگر الهام می گرفتند و ما هم باید از همون استادا الهام گیریم. شاید از همون سرودهایی که ایجاد نمودند یک لحن آنها را گرفته با همون یک آهنگ نو ایجاد نماییم. امروز ها من در جستجوی همین یعنی ایجاد هستم و پیوسته کوشش کرده ایستادم که هم از شاعران کلاسیک هم از شاعران معاصر باید شعرهای خوب به معنی انتخاب نموده باشم و وقتی که شعر اگر پرمضمون باشد، آهنگ اگر به همین شعر اگر مطابق بیاید، من باوری دارم که همون شنونده، همون تماشابین به خود یک چیزی می آموزد. چون که غزل حافظ را بسیار هنرمندان سراییدند. دل می رود زی دستم صاحب دلان خدا را. یعنی من این آهنگ در پرده های شش مقام ایجاد نمودم. همین شعر را یعنی در پرده های شش مقام یگان استادان یعنی ضربی تنوار است و اما من تنوار نیو یعنی ضربش را دیگرگونه کردم، یعنی بک دوم بک دوم. دل می رود زی دستم صاحب دلان خدا را، یعنی در ضرب یعنی قالب شکنی دیده شده است. اگر مثلی همون ضرب های تنوار که لب لبمند داد این کنم هم میشد. یکی باید همین هنرمند کوشش کند که یک نوگانی باشد. موسیقی که امروز یعنی سازهای اروپایی که برای ما وارد شده است، ما میتوانیم آن را پیوست کنیم در سرودهایی که ایجاد نمودیم در پرده شش مقام میشد هم آواز کنیم. باز هم خوبتر می شود و به نسل نورس من فکر می کنم که نزدیکتر می شود. سال از سال باید قالب شکنی باشد و دیدی نو باید باشد و ایده های نو، فکرهای نو و با این وسیله می تواند صنعت تاجیک باز هم بای و غنیتر گردد. و ظاهرشاه حالا که به انتهای برنامه نزدیک میشیم، در انتها بیاید یک ترانه دیگر شش مقام میخونیم و با همین برنامه رو جمع بس میکنیم. یک سرودی نوبتی که غزل از صاحب فروغ سفت کلان من برای دوستداران برنامه خاطرات آماده نمودم و میخوام پیشنهاد نموده باشم. مرحمت. روی آتشینی اونی خواب افتاده است، تازی روی آتشینی اونی خواب افتاده است، رشعی غیرت به جامی آفتاب افتاده است، رشعی
به جانی افتاد خون را کرده از شرمی زارش آفتاب یازیش عکس در جامی شراب افتاده است یازیش عکس در جامی شراب افتاده است دوست را دنبال رفتن جام بغارت دادن است دیل بستون بالی خالی سیاه افتاده است یارم فرصتی خاریدنی سر نیست میچگانی مرا تا سرو کارم با ناشیق نگاه افتاده است تا سرو کارم با ناشیق نگاه افتاده است آگه از پیچ و تابی عاشقان در عین وصل موجه خشکی که در بری سراب افتاده است یارم از دلی صد پارم هر پاره دارد ناله‌ای موجه خشکی که در بحری سراب افتاده است موجه خشکی که در بحری سراب افتاده است тамошобинони азиз дар ҳавои ҳамин таронаи зебо барномаи имрӯзаи хотираҳо ро ҷамъбаст мекунем ва дар интиҳо орзуи онро дорем ки бигзор зиндагиятон роҳатбахш ва зебо бошад мисли ҳамин тарона хайр азизон